مقامات تاجیکستان جانب قرقیزستان را برای ساختمان یک KPP یا پاسگاه نظارتی در منطقه بحثی میان تاجیکستان و قرقیزستان ایبدار میکنند. طور اقبال الیاس‌زاده سخنگوی حکومت شهر اصفهان روز 16 سپتامبر به رادیو آزادی گفت برای ساختمان این پاسگاه نظارتی جانب قرقیزستان 4 ماشین مساله ساختمانی آوردند و آنها بدون مشورت با جانب تاجیکستان این ساختمان را الکی شروع کردند و ساختمان آن 3 روز می‌گذرد. طور معلوم است که طی چند ماه آخر بحث‌ها در میان جانب یعنی که منطقه های بحثی میان تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر شده و حتی در آخرهای ماه ایول سفر پرزیدنت تاجیکستان و قرقیزستان در منطقه بحثی نیز این سوال ها را پاسخ نداد و همچنان این مسائل ناروشن باقی موندند و در حال حاضر طور مقامات شهر اصفهان میگویند یک مذاکرات بین هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان در اصفهان شروع شده ولی از نتیجه آن تا حال حاضر هیچ چیز معلوم نیست. اما در عین زمان طور رسانه های قرقیزستان میگویند که در منطقه اصفهان تاجیکستان نیز انیقترش در منطقه خواجه اعلی یک KPP دیگر از طرف تاجیکستان ساخته شده ایستاده است که این را مقامات خود تاجیکستان و مقامات جماعت خواجه اعلی شهر اصفهان نیز تصدیق کردند و گفتند که آنها نیز برای ساختمان همچنین یک پاسگاه نظارتی آمادگی دیده ایستاده‌اند. این بحث آنچنان ادامه دارد و هنوز هم کمیسی خصوصا کمیسی بین دولتی علامت گذاری و تشخیص مرز دو کشور در رابطه به این گونه عملهایی که صورت گرفته ایستاده است هیچ واکنش نشان ندادن و تا کجا از نگاه قانونی و از هر جهت این ساختن KPP ها درست است، خصوصا در حالتی که در منطقه های بحثی صورت میگیرند و طوری که ساکنان خصوصا جماعت واروخ میگویند آنها بیشتر از همه نگران هستند که چنین ساختن KPP خصوصا از طرف قرقیزستان در هنگام ربوع مشکلی ایجاد میکند، زیرا نظارت پاسپورت ها و این مشکلی های زیادی به وجود میاره که در حرکت و ربوع خصوصا ساکنان که از منطقه های داخلی قرقیزستان تاجیکستان میگذرند مشکلی زیادی را به پیش خواهد آورد.